سلام بر همه. امیدوار هستم که همه شما جور و صحتمند و سر حال باشید. یک بار دیگر شما را خوش آمدید میگیم به صفحه FH Network Lab. در سناریوی امروز ما شما DMVPN فیس سوم است که به خود MGRE، اسبوک خود MGRE و NHRP کنفیگریشن میکنیم و راوتینگ پروتکلی که ما شما در این سناریو رن میکنیم EBGP است. در این سناریوی خود ما شما 4 دانه راوتر داریم: راوتر اول، دوم، سوم و چهارم. راوتر اول ما شما HQ، راوتر دوم ما شما برانچ اول، راوتر سوم ما برانچ دوم و راوتر چهارم ما شما ISP است که ISP برای ما شما اینترنت پروواید میکنه برای برانچ اول، برانچ دوم و HQ ما شما. و همچنان در اینجا ما تنها کار که کردیم IP اساین کردیم بر راوترهای خود. دیگه مطابق کار امروز شما یک جای میریم کنفیگریشن میکنیم. میریم سراغ راوتر اول. ما در راوتر اول برش نوشته میکنیم دو شو IP پروتکل. میبینیم کدام پروتکل اینجا نداریم، برش میگیم دو شو IP اینترفیس بریف. ببینیم اینجا ما شما با جز از دو دانه IP آدرس دیگه چیزی اساین کردگی نداریم، کدام پروتکل هم نداشتیم. پس اینجا برش میگیم اینترفیس تنل چند، تنل زیرو. وقتی که کار که برش کردیم بعد از برش میگیم تنل ما شما ایجاد میشه. تنل ما که ایجاد شد برش میگیم تنل مود ما شما که هست، مود ما شما که هست GRE مولتی پوینت است. بعد از او برش میگیم تنل سورس ما شما که هست G0/0 هست. بعد از او تنل سورس ما G0/0. بعد از او برش میگیم IP آدرس ما شما که هست 172.16.1.1 255.255.255.0. بعد از این کار کردیم. بعد از او برش میگیم IP NHRP. بعد از او IP NHRP برش میگیم نتورک آیدیش که هست یک است. بعد از او برش میگیم IP NHRP اتنتیکیشن ما حکیمی است. بعد از او برش میگیم IP NHRP. بعد از او برش میگیم مپ مولتیکاست داینامیک. بعد از او برش میگیم IP NHRP و اینجا هم برش میگیم ریدایرکت. کنفیگریشن راوتر اول ما شما خلاص شد. میریم سراغ کنفیگریشن راوتر دوم. ما در راوتر دوم ما عین شکل برش میگیم اینترفیس تنل چند، تنل صفر. بعد از او که گفتیم تنل ما شما ایجاد میشه. تنل ما شما که ایجاد شد بعد از او برش میگیم تنل مود ما که هست اینجا GRE مولتی پوینت است. بعد از او تنل سورس ما که هست GRE، تنل سورس ما که هست تنل سورس ما که هست G0/0 است. تنل ما شما ایجاد شود. باید اینجا تنل سورس ما G0/0 به خاطر پیشتر اسپیس نگرفته بودم قبولش نکرد. بعد از اینجا برش میگیم IP آدرس همین تنل ما 172.16.1.1. بعد از او 255 دات یک نه دات دو، دات یک دات دو 255 سب نمیماست که 255.255.0. وقتی که کار کردیم اینجا ای خلاص شد. بعد از برش میگیم IP NHRP اتنتیکیشنش حکیمی. بعد از برش میگیم IP NHRP نتورک آیدیش هست یک است. بعد از برش میگیم IP NHRP NHS ما که هست 172.16.1.1 و با اینجا برش میگیم NBMA آدرس است که هست 10.1.4.2 هست و مولتی کاست است. بعد از برش میگیم IP NHRP. اینجا برش میگیم NHRP که برش گفتیم. اینجا برش میگیم شوکت. بعد از اینجا کنفیگریشن ما شما خلاص شد. کنفیگریشن راوتر دوم ما میریم سراغ کنفیگریشن بر راوتر چندم، راوتر سوم. در راوتر سوم ما اینجا برش نوشته میگیم اینترفیس تنل چند، تنل زیرو. وقتی که کار که برش گفتیم بعد از اون کار کردیم اینجا برش میگیم تنل مود ما شما که هست GRE مولتی پوینت. وقتی که تنل GRE ما شما مولتی پوینت شد بعد از اون میگیم تنل سورس ما شما که هست G0/0 هست و بعد از اینکه G0/0 تنل ما شما حب میشه. بعد از اینکه تنل ما شما حب شد اینا برش میگیم اینجا برش میگیم IP آدرس ما شما هست 172.16.1.3 255.255.255.0 و بعد از اون برش میگیم IP NHRP. اینجا IP NHRP که برش گفتیم. بعد از اون برش میگیم نتورکش که هست نتورک آیدی 601 هست و IP NHRP که هست
اتنتیکیشنش میگیریم اکیمی. بعد از او برش میگیم آی پی NHRP NHS NHS 172.16.1.1. بعد از او برش میگیم آی پی NHRP. بعد از او برش میگیم مپ 172.16.1.1 و بعد از برش میگیم NBMA آدرسش که هست یا مستقیما برش میگیم 10.1.4.10.1.4.2 انتر برش میکنیم. بعد از او برش دوباره میایم اینجا برش میگیم IP NHRP map. وقتی که برش گفتیم باز میگیم 107 اینجا برش میگیم map اینجا multicast dynamic و بعد از او برش میگیم IP NHRP اینجا برش میگیم شورکت. ما شما در اینجا سه کمند خود سه کمندی که ما شما اینجا داشتیم تمامش در راوتر دوم ما در یک کمند خلاصه کردیم که NHS 102 NBM آدرس بود. اینجا با NHS جدا برای NBM آدرسش گفتن تا یک ماپ انداختیم و بعد از اون مولتیکاستش هم داینامیک مولتیکاست اینجا برش گرفتیم. بعد از اون اینا رو در راوتر اول که ما برش شما برویم اینجا سه کمند دادیم اینجا یک کمند استفاده دادیم. اینجا اگه برش بگیم دوشو آی پی راوت ببخش دوشو DMVPN وقتی که برش بگیم این اینجا برای ما شما DMVPN ما شما اینجا ایجاد شده است در تیبل نشان میده. وقتی که بیایم در اینجا برش بگیم DMVPN موافقانه DMVPN ما شما کریش شده است و در اینجا که برش بگیم دوشو DMVPN ما شما موافقانه کنفیگر شده که مشکل نداره. وقتی که اینجا که مشکل نداره تینال ما شما راتنگ پروتکل EBGP را کنفیگر میکنیم. EBGP گفتیم راوتر اول ما شما که هست راوتر اول ما شما که هست ایس نمبر 65000 است. اینجا نوشته میکنیم میگم راوتر BGP 65000 چند 65001 انتر برش میکنم. وقتی که انتر برش میکنم میگم نایبورش ببخشید نتورک نه نایبور اینجا برش میگم نایبورش هست 172.16.1.2 و ریموت ایسش که هست چقدر است 65002 65002 کدام است اینه نایبور 672.16.1.2 و 65002 هم ایس نمبرش است. انتر برش کردم اینه که انتر کردم. بعد از برش نایبور بعدیش تعریف میکنم. نایبور بعدیش هم میگم 172.16.1.3 و ریموت ایسش که هست ریموت ایسش که هست از 65003 هست. 65000 چند 65003 است. بعد از اون نتورکش که تعریف میکنم میگم نتورکی هی است 192.168.1.0 و ماسکش که هست 255.255.255.0 این ماسکش شد. انتر کردیم یعنی نتورکش بو که تعریفش کردیم. بعد از اون راوتر اول ما شما خلاص شد میریم سراغ راوتر بعدی خود راوتر دوم خود. در راوتر دوم خود اینجا برش میگیم یعنی راوتر دوم ماست ایس نمبر 62500 است و نایبرش تنها یک نایبر داره 172.16.1.1. بعد از این برش تعریف میکنیم میگیم راوتر BGP 65000 و چند 65002. بعد از اینجا برش میگیم نایبورش هست 172.16.1.1 و بعد از او برش میگیم ریموت ایسش که هست 65001 هست و بعد از او برش میگیم نتورکش که هست نتورک ما در همی که هست نتورک ما چند است 192.168.2.0 و ماسکش که هست 255.255.255.0 انتر میکنیم این خلاص شد. وقتی که اینجا برش میگیم دوشو آی پی انترفیس بریف وقتی برش میگیم مکمل کل چیز ما درست است. دوشو آی پی راوت بی جی پی بی جی پی راوت برای ما شما اینجا یک دانه بی جی پی که داریم برای ما شما نشان میده. میایم در راوتر بعد دوم ما شما هم خلاص شد میایم سراغ راوتر سوم ما. در راوتر سوم ما شما ایس نمبر 65003 هست. اینجا نوشته میکنیم میگیم راوتر بی جی پی 65000 چند 3. وقتی که برش نوشته میکنیم میگیم نایبور هی هم از چند
172.16.1.1 و ریموت ایتسش هم که از چقدر 65001 است. کدام 65001؟ یعنی 65001 راوتر اول ما شما و نتورکش که هست، نتورکش چند است؟ 192.168 دات چند 168 دات 168 دات نتورکش دات 3 دات چند دات صفر و ماسکش هست 255.255.255.0 انتر میکنیم. NBB ماسکش هست که ما شما انتر کردیم، خلاص شد. کنفیگریشن ما شما تکمیل شد. حالا اگر بیایم اینجا برش بگوییم دو شو آی پی راوت BGP دو شو آی پی راوت BGP اینجا ببین برای ما شما مکمل راوت ما شما را اینجا نشان میده، به خاطر که دو راوت ما را برای ما شما اینجا کافلا نشان میده. پس برای میایم در راوتر اول خود میبینیم. راوتر اول ما اینجا برش میگیم دو شو آی پی راوت BGP دو شو آی پی راوت BGP دو مسیر اینجا برای ما شما نشان میده. میریم در راوتر دوم ما در راوتر دوم برش میگیم دو شو آی پی راوت BGP دو پد بر ما شما هر دو پد ما شما را نشان میده که ما میتونیم که هم از ای به ای راوتر و هم به راوتر چندم از برانچ اول ما هم میتونیم به HQ و هم میتونیم برای برانچ دوم ما شما ارتباط برقرار بکنیم. میایم برای کجا اینجا برای میایم برای راوتر سوم. ما در راوتر سوم ما پیشتر نشان نداد، بعد از اول نوشته میکنیم که دو شو آی پی راوت BGP ببینیم که این مرتبه برای ما شما حالا نشان میده. بله حالا نشان میده، پیشتر نشان نداد. پیشتر چرا؟ به خاطر که BGP از BGP پروتکل سلو است، یه ذره تایم میگیره که تا وقتی که راوتینگ تیبل خود تکمیل بکنند. پس از اینجا کمیونیکیشن ما شما مکمل تکمیل شد. حالا اگر ما بریم بالای پی سی آی ما اینجا پی سی 1 داریم، اینجا پی سی 2 پی سی 3 داریم، پی سی 2 و پی سی 3 در اینجا ببینید بالای پی سی او دوم ما شما این پی سی دوم ما شما میگیم آی پی کانفیگ. آی پی کانفیگ میگیم آی پی آدرسش چند است؟ میگه 192.168.2.2 کدام از همی است یا نیست؟ برای شنال اگر برای همی بگوییم دو ببخشید اینجا برش دو نوشته نمیکنیم، اینجا برش نوشته میکنیم میگیم پنگ بکو 192.168.1.1 داد دو را داد دوی ما شما ببینیم ما شما از پی سی دوم خود پنگ کردیم، یعنی پی سی اول خودم و اینال از همین پی سی دوم خود پنگ میکنیم پی سی چندم خود پی سی سوم خود. اینجا برش میگیم پنگ بکن 192.168 دات چند دات 3 دات 2 دات 3 دات 2 پی سی سوم ما شماست. میره پنگ بکن ببینیم پنگ 192.168 دات 3 دات چند دات 2 اینجا که برش بگویم پنگ برای ما شما این پی سی سوم ما شما رو هم پنگ کرد. اگر برش بگویم تریس راوت برش نوشته بکنیم اینجا 192.168 دات 3 دات چند دات 2 از اینجا بگویم از این مسیر که وقتی که تو حرکت میکنید از اینجا کدام مسیر رو طی میکنید تا اونجا میرسی. برای من اینجا میگه ما این مسیر میرم 192.168.2.1 ما کجاست؟ این اینترفیس جی 0 سلش یکم است که به طرف سویچ آمده. بعد از اون میگه میرم مستقیما بر کجا 172.16.1.3 16.1.3 ما شما در کجاست؟ 16.3.1 ما شما این اینترفیسی است که به طرف سویچ سوم ما شما رفته. در راوتر چندم؟ راوتر دوم 172 جی 0 سلش 0 تنال ما شماست که آمده بر راوتر چندم؟ راوتر سوم. از اینجا ما مستقیما میره و بر کجا؟ بر دستنیشن. کدام دستنیشن؟ 192.168.2 ما شما از اینجا میرود. اگر امیره اینجا ما شما از خود
راوترهای خود راوتر هم به طور مثال اینجا میرم از راوتر چندم راوتر سیوم حالا پینگش میکنم میگم اینجا براش میگم دو پرس راوت 192.168.2.2 برو به اینجا اشتباه گرفت به خاطر که اینجا باید تریس راوت هم مکمل نشه کنیم اینجا براش اگزیت میکنیم ببخشید اگزیت بازم اگزیت اینجا که اگزیت میکنیم در اینجا نوشه میکنیم میگیم تریس راوت چند 192.168 خب اول میبینیم پینگ میکنه نمیکنه براش نوشته میکنیم میگیم پینگ بکو 192.168 دو چند داد دو داد دوره اینه میگه پینگ میکنم خیلی میگیم تو تریس راوتش بکو میره 192.168 دو داد دوره تریس راوتش بکن اینجا یک چند لحظه صبر وقت میگیره که وقتی که گرفت بعد از او برای ما شما میگه تو وقتی که میخوای که از سایت دومت بروید بر کجا بر سایت اولت بروید تو باید کدام مسیرها رو طی بکنید تا به سایت اولت که در قسمت 192 168 جا دو از به اوجه برسید اینجا میگه تو از اینجا که حرکت میکنید از اینجا میگه 172 16.1.2 16.1.2 که از تنل آردوی ما شماست از اینجا آمد از طریق تنل مستقیما رفت اینجا بعد از اون میگه از اینجا میره 192.168.2.2 دادوی ما کجاست اینجا بعد از اون مستقیما میره بکنم با اون دستنیشنت اینی بود چک و بررسی و کنکشنش و تستش که ما شما تمامش اینجا انجام دادیم کنفیگریشن کردیم تست کردیم هم از بین راوترها و هم بین پی سی ها که تست های ما شما تمامش موفق شد دیگه منتظر سوالات انتقادات پیشنهاد شما عزیزان هستم جهت حمایه ما صفحه ما را لایک کامنت شیر و سابسکرایب بکنید تشکر از توجهتون